هر دو در کنار هم قرار میگیرن، روبرو با دستور داورش رو شکست داده و به اینجا رسیده و مهدی خدابخشی هم با پیروزی بر حریف هندوراسی خودش به اینجا رسیده. اتفاقات جالبی در این وزن افتاد. با تمام تجربه‌ای که لوپز داشت بازنده شد به حریف انگلیسی خودش. البته خب خیلی رنکینگش بالا نبود، سنش هم خیلی زیاد بود. حالا باید منتظر باشیم تا این دو مسابقه خودشون رو انجام بدن و بعد ببینیم در مقابل محمد لوتالو از انگلیس کدوم یک قرار میگیره. لوپزی که 2 طلا و 1 برنز المپیک رو داشت بازنده شد و حالا این دو هیچ کاری نکردن. خیلی خوب از تکنیکای هم اطلاع دارن، آشنان با شیوه کار هم و واقعا تو چنین شرایطی سخت به کار کردن با هم. پای راست رو میکشه بالا برای سر صورت میلاد، یک لحظه که اصابت نمیکنه. حالا 3 نمره روی تکنیک خودش انجام داد، پا رو باز هم مهدی خدابخش بالا میکشه برای صورت میلاد. افتخار بزرگی که حالا 3 امتیازش رو جبران میکنه، 1 امتیاز دیگر رو هم میگیره مهدی خدابخشی. 1 نریوی خوب زد، 1 اخطار رو دریافت میکنه. خیلی ها رو به خصوص در بخش بانوان شاد کرد. 3مین امتیاز رو هم، یعنی 2مین امتیاز 3 امتیازی رو میگیره و 6-5 میلاد بیگی حالا جلو میفته. فاصله ها اینجوری واقعا نمیشه روش حسابی باز کرد. 1 لحظه است و لحظه ها برای ورزش تند و تیزی مثل تکواندو اهمیت خاصی داره. خدابخش انجام داد و باعث میشه 1 امتیاز اضافه بشه به میلاد بیگی. 1 دفاع مچ و روی هم مهدی خدابخش باید سیستم و تاکتیک خودش رو عوض بکنه. واقعا من چند باری در مسابقات تکواندو عرض کردم خدمت بینندگان، ما کمی از تکنیک های اصیل تکواندو فاصله گرفتیم. تنها به این تفکریم که برسونیم پا رو به سر صورت یا ضربه گیری ها رو حس بکنیم، کاری که الان هم میلاد بیگی انجام میده و این تکنیک تکواندو نیست. واقعا خارجی ها خیلی بهتر انجام میدن. خب ثانیه فاصله امتیازی قابل جبران هست در زمانی که باقی مونده، اما خب شرایط هم سخته. هر دو بازیکن کار همو میشناسن. خب 13 امتیاز دیگری رو میگیره از مهدی خدابخشی. کمی به هم ریخته خدابخشی. 16 و فاصله خیلی زیاده. 11 امتیاز رو جبران کردن در این 1 دقیقه و 30 ثانیه خیلی سخته برای مهدی خدابخشی. مهدی خدابخشی حالا مبادلت به ممدولی باند دولی چگی میکنه که تنها برای او 1 اخطار دیگر رو به همراه داره که 1 امتیاز میشه برای میلاد بیگی.